به شما یاد دادند که باور کنید موانع جامد هستند و وقتی به دیواری برخورد می کنید دقیقاً 3 انتخاب پیش رو دارید. از رویش رد شوید، از کنارش عبور کنید یا تسلیم شوید. به شما گفتند که موفقیت نیازمند اقدامی عظیم، زمانبندی بی‌نقص و اغلب کمی شانس محض است. ذهن شما طوری شرطی شده که فکر کنید موانع همان موانع هستند و بس. اما اگر همه آنچه درباره غلبه بر موانع به شما آموزش داده شده از پای اشتباه باشد چه؟ اگر بزرگترین جهش‌های تاریخ نه با شکستن دیوارها بلکه با دور زدن کامل آنها اتفاق افتاده باشند چه؟ چه می شود اگر به شما بگویم یک پدیده علمی وجود دارد که در آن ذرات بسیار کوچک واقعاً از میان دیوارهای جامد عبور می کنند؟ نه از اطراف آن، نه از روی آن، بلکه دقیقاً از میان آن عبور می کنند. هر روز با موانعی روبرو می شوید که غیر ممکن به نظر می رسند. شاید گرفتن آن شغل رویایی باشد وقتی ارتباطات لازم را ندارید. شاید راه اندازی یک کسب و کار باشد زمانی که پول کافی ندارید. یا شاید وارد شدن به صنعتی باشد که کاملاً بسته و غیر قابل نفوذ به نظر می رسد. و شما چه می کنید؟ سرتان را به این دیوارها می کوبید تا زمانی که کاملاً خسته، ناامید و تسلیم شوید. این تعابیر برایتان آشنا نیست؟ این بحث درباره تفکر مثبت یا امیدواری صرف نیست. مسئله این است که بفهمید واقعیت در عمیق‌ترین سطح چگونه کار می کند و از همان اصول برای خلق نتایج جهشی در زندگیتان استفاده کنید. ذره‌ای که از مانع تونل زنی می کند با امیدواری این کار را انجام نمی دهد، افکار مثبت نمی کند، بلکه از قوانین مشخص فیزیک پیروی می کند که غیر ممکن را به اجتناب ناپذیر تبدیل می کند. ببینید، بیشتر مردم شکست می خورند، نه به این دلیل که به اندازه کافی باهوش نیستند یا کافی کار نمی کنند، بلکه چون بر اساس قوانین اشتباه بازی می کنند. آنها در تلاش برای شکستن دیوارها هستند در حالی که باید از میان آنها تونل بزنند. کارآفرینانی که شرکت‌های میلیارد دلاری را از هیچ می‌سازند، جویندگان شغلی که پست‌هایی را به دست می‌آورند که در ظاهر صلاحیتش را ندارند، نوآورانی که صنایع کامل را متحول می‌کنند، آنها انسان‌های فوق بشر نیستند، بلکه اصول کوانتومی را چه آگاه باشند چه نه به کار می‌برند. با چیزی شروع کنیم که بتوانید به راحتی درک کنید. تصور کنید در حال غلتاندن یک توپ به سمت بالای یک تپه هستید. اگر آن را به اندازه کافی محکم نغلتانید، توپ دوباره به پایین برمیگردد. درست است؟ این همان فیزیک پایه است. توپ باید انرژی کافی داشته باشد تا از بالای تپه عبور کند. اما در جهان کوانتومی چیزی کاملا متفاوت اتفاق می‌افتد. آن توپ لازم نیست از بالای تپه عبور کند. گاهی تنها در سمت دیگر تپه ظاهر می شود. بدون نیاز به انرژی بیشتر، بدون دور زدن، بلکه واقعاً از میان خود تپه تونل زنی می کند. این همان تونل زنی کوانتومی است و همین حالا در اطراف شما در حال رخ دادن است. هر بار که از گوشی هوشمندتان استفاده می کنید، تونل زنی کوانتومی باعث کار کرده آن است. هر بار که نور خورشید را می‌بینید، به دلیل این است که ذراتی در داخل خورشید از میان موانع انرژی تونل زنی کرده و نور تولید کرده‌اند. و نکته‌ای که این موضوع را برای موفقیت شما انقلابی می‌کند این است: ذره به این دلیل تونل زنی نمی‌کند که سخت‌تر تلاش می‌کند یا خاص است، بلکه چون چیزی را درباره واقعیت می‌داند که بیشتر مردم نمی‌دانند. می‌بینید؟ آنچه ما به عنوان موانع جامد میشناسیم در واقع اصلاً جامد نیستند. آنها از میدانهای انرژی ساخته شده‌اند که درونشان شکاف‌هایی وجود دارد. مثل حصاری فکر کنید که از دور جامد به نظر میرسد، اما وقتی نزدیک میشوید میبینید پر از سوراخ است. ذره دیوار را نمیبیند، احتمال را میبیند، شانس را میبیند و مهمتر از همه فرصت را در جایی می‌بیند که دیگران فقط مانع می‌بینند.
حالا بگذارید نشان دهم این مسئله چگونه در بزرگترین چالش‌های شما اعمال می شود. به یاد بیاورید آن شغلی را که می خواستید اما به دلیل نداشتن تمام شرایط درخواست ندادید. این یک مانع انرژی کلاسیک است. بیشتر مردم شرایط استخدام را همچون یک دیوار جامد می بینند. آنها فکر می کنند من به 5 سال تجربه نیاز دارم اما فقط 3 سال دارم، پس نمی توانم درخواست بدهم. اما کسی که اصول تونل زنی کوانتومی را به کار می برد، جور دیگری فکر می کند. او می داند که شرایط استخدام فقط میدانهای انرژی با شکافهایی هستند. او آگاه است که شرکت‌ها اغلب افرادی را استخدام می کنند که تمام شرایط را ندارند اگر ارزش دیگری به همراه بیاورند. او احتمال را می بیند نه مانع را. پس به جای تلاش برای به دست آوردن تجربه اضافی، شکاف‌ها را پیدا می کند. شاید مهارت‌هایی دارد که شرکت به شدت به آنها نیازمند است. شاید کسی را در داخل شرکت می شناسد. شاید زمانی درخواست می دهد که شرکت در یافتن نامزد مناسب مشکل دارد. او از میان شرایط استخدام تونل زنی می کند به جای اینکه تلاش کند از روی آنها بگذرد. یا به شروع یک کسب و کار فکر کنید. بیشتر مردم سد نداشتن پول کافی را می‌بینند و فکر می‌کنند باید سالها پس‌انداز کنند یا وام سنگینی دریافت کنند. اما تونل زن‌های کوانتومی شکاف‌های احتمال را می‌بینند. سرمایه گذارانی را پیدا می‌کنند که به چشم اندازشان ایمان دارند. با محصولات حداقلی شروع می‌کنند. مشتریانی پیدا می‌کنند که حاضرند پیش پرداخت کنند. آنها از میان مانع مالی تونل زنی می کنند به جای اینکه تلاش کنند آن را در هم بشکنند. اینجاست که تفاوت کلیدی مشخص می شود. تفکر سنتی می گوید باید نیروی کافی جمع کنید تا بتوانید از موانع عبور کنید. اما تفکر کوانتومی می گوید باید شکاف‌های طبیعی موجود را پیدا کنید. اجازه دهید یک نمونه واقعی برایتان بیاورم. در سال 1976 استیو جابز و استیو وزنیاک می‌خواستند شرکت اپل را راه بندازند. آنها پولی نداشتند، تجربه تجاری نداشتند و در یک گاراژ کار می‌کردند. روش سنتی این بود که ابتدا مدرک‌های بازرگانی بگیرند، پول پس‌انداز کنند و اعتبار حرفه‌ای به دست آورند که این کار سالها طول می‌کشید. اما آنها شکاف‌ها را پیدا کردند. متوجه شدن شرکت‌های بزرگ کامپیوتری علاقه‌ای به کامپیوترهای شخصی ندارند. یک شکاف بازار را یافتند که دیگران نادیده گرفته بودند. آنان از مانع نیاز به سرمایه عظیم با شروعی کوچک و رشد ارگانیک تونل زنی کردند. صنعت کامپیوترهای تثبیت شده را نشکستند، بلکه کاملاً آن را دور زدند. این تونل زنی کوانتومی در عمل است. آنها جایی احتمال را دیدند که دیگران ناممکن می‌دیدند. اما نکته حیاتی این است که بدانید تونل زنی کوانتومی تصادفی نیست. این فرایند از قوانین خاصی پیروی می‌کند. ذره فقط با امید عبور نمی‌کند، بلکه از اصول مکانیک کوانتومی پیروی می‌کند که عبور را قابل پیشبینی و قابل تکرار می‌سازد. در مورد موفقیت هم همین حقیقت برقرار است. اصول مشخصی وجود دارند که جهش و پیشرفت را قابل پیشبینی می کنند. اصل اول، هرچه مانع نازکتر باشد، احتمال تونل زنی از آن بیشتر است. در معنای موفقیت، این یعنی ضعیف‌ترین نقطه هر مانع را پیدا کنید و به جای حمله به قوی‌ترین نقطه همان را هدف بگیرید. اصل دوم، هرچه بیشتر در کنار مانع پایدار بمانید، احتمال تونل زنی شما بیشتر می شود. اما نکته اینجاست که شما در تلاش برای شکستن مانع نیستید، بلکه منتظر لحظه درست احتمال برای عبور هستید. اصل سوم، حالت انرژی شما احتمال تونل زنی را تعیین می کند. ذراتی با تنظیم انرژی مناسب راحت‌تر تونل زنی می کنند. این یعنی در زندگی داشتن ذهنیت درست، مهارت‌های مناسب و زمانبندی دقیق شانس شما برای دستیابی به موفقیت جهشی را به شدت افزایش می‌دهد. می‌دانم
شاید با خودتان فکر کنید همه اینها در تئوری عالی به نظر می رسند. اما چگونه واقعا آن را اجرا کنیم؟ چطور این شکاف‌هایی را ببینید که دیگران نمی‌توانند ببینند؟ به شما نشان خواهم داد که چگونه چیزی را پرورش دهید که من آن را ذهنیت کوانتومی می‌نامم. چهارچوب ذهنی که به شما امکان می‌دهد در جایی که دیگران فقط مانع می‌بینند، فرصت‌ها را ببینید. یاد خواهید گرفت چگونه موانع انرژی شخصیتان را شناسایی کنید. همان باورهای محدود کننده‌ای که شما را در تفکر متعارف زندانی کردند. و مهمتر از آن، کشف خواهید کرد که چطور این موانع ذهنی را از میان بردارید تا بتوانید شکاف‌های احتمال را ببینید که به موفقیت جهشی منجر می‌شوند. زیرا حقیقت این است بزرگترین موانع زندگی شما خارجی نیستند. نه شرایط استخدام، نه نداشتن پول، نه رقابت. بزرگترین موانع در ذهن شما هستند. باورهایی که به شما میگویند چیزی غیر ممکن است، در حالی که فقط غیر محتمل است. و چیزهای غیر محتمل هر روز در جهان کوانتومی اتفاق میافتند. وقتی یاد بگیرید واقعیت را مانند ذرات کوانتومی ببینید، آنها در جهان شما هم روی میدهند. ذهن شما طوری برنامه ریزی شده که جهان را با قوانین فیزیک قدیمی ببیند. همه چیز جامد است. همه چیز قابل پیش بینی است. اگر دیواری وجود دارد، یا آن را میشکنید یا اصلا عبور نمی کنید. اما فیزیک کوانتومی واقعیتی کاملا متفاوت را آشکار می کند. و وقتی شروع به فکر کردن کوانتومی کنید، همه چیز تغییر می کند. بگذارید منظورم را روشن کنم. همین حالا به بزرگترین هدف خود فکر کنید، چیزی که واقعاً می‌خواهید اما هنوز به آن نرسیده اید. آن را در ذهن دارید؟ خوب. حالا دقت کنید چه اتفاقی در ذهنتان می‌افتد وقتی به آن فکر می‌کنید. آیا فوراً به همه دلایلی که رسیدن به آن را دشوار می‌کند فکر می‌کنید؟ آیا شروع به فهرست کردن موانع می‌کنید؟ آیا همان حس سنگینی آشنا را تجربه می‌کنید، همان که ناشی از همه چیزهایی است که باید بر آنها غلبه کنید؟ این صدای ذهن فیزیک کلاسیک شماست که حرف می‌زند. ذهنی که موانع را مثل دیوارهای جامد می‌بیند. اما ذهنیت کوانتومی کاملاً چیز دیگری می‌بیند. ذهنیت کوانتومی احتمال را می‌بیند، امکان را می‌بیند، شکاف‌هایی را می‌بیند که ذهن کلاسیک شما فقط دیوار می‌بیند. از لحظه‌ای که بیدار می‌شوید، ذهن کلاسیک شما در حال جستجوی مشکلات است. این ذهن در چارچوب موانع، چالش‌ها و محدودیت‌ها فکر می‌کند. اما ذهن کوانتومی در جستجوی امکان‌هاست. به دنبال نقاط ضعف در موانع و مسیرهای جایگزین می‌گردد. به همین دلیل است که بیشتر مردم هرگز فرصت‌های کوانتومی را نمی‌بینند، چون تنظیم نشده اند تا آنها را دریافت کنند. بگذارید این را عملی کنیم. فرض کنید هدف شما این است که به عنوان یک متخصص شناخته شده در حوزه‌تان مطرح شوید. ذهن کلاسیک میگوید شما به دهه‌ها تجربه، چندین مدرک دانشگاهی و کتاب‌های منتشر شده نیاز دارید تا دیگران شما را جدی بگیرند. اما ذهن کوانتومی شکاف‌های احتمالی را جستجو می‌کند. می‌بیند که استفاده از شبکه‌های اجتماعی می‌تواند ظرف چند ماه اعتبار شما را چندین برابر کند، نه چند سال. متوجه می شود که همکاری با متخصصان شناخته شده می تواند اعتبار را فوراً به شما منتقل کند. می داند که تمرکز بر یک حوزه خاص می تواند شلوغی بازار اصلی را کاملاً دور بزند. هدف همان هدف است، روش کاملاً متفاوت. این است ذهنیت کوانتومی. اما چالش اینجاست.
تغییر از تفکر کلاسیک به تفکر کوانتومی فقط درباره یادگیری راهبردهای جدید نیست، بلکه درباره بازبرنامه‌ریزی ادراک شماست تا واقعاً شروع به دیدن واقعیت‌های متفاوت کنید. در حالت کلاسیک، حتی وقتی شکاف‌ها جلوی چشمتان هستند، آنها را نمی‌بینید. در حالت کوانتومی، شکاف‌ها مثل چراغ‌های نئون خود را به شما نشان می‌دهند. پس چطور این تغییر را ایجاد کنیم؟ 1. با زیر سوال بردن جامد بودن هر مانعی که می‌بینید. آیا واقعاً جامد است یا فقط یک الگوی انرژی با شکاف‌های پنهان؟ 2. با آموزش دیدن احتمالات به جای قطعیت. قطعیت شما را در یک مسیر محدود می‌کند. احتمال چندین مسیر را برایتان باز می‌کند. 3. با قرار گرفتن در میان اندیشمندان کوانتومی، کسانی که همین حالا به این روش عمل می‌کنند. ادراک آنها شروع به تأثیرگذاری بر ادراک شما می‌کند. 4. با اجرای آزمایش‌های کوانتومی کوچک، تست‌هایی که در آن فرض می‌کنید شکافی وجود دارد و می‌بینید چه اتفاقی می‌افتد. به مرور زمان، ذهن شما از حالت پیشفرض دیوار جامد خارج می شود و به طور خودکار به دنبال دروازه‌های کوانتومی می گردد. در آن زمان تونل زنی برایتان طبیعی می شود. ذهن شما دیگر نمی پرسد چطور راه خود را به زور باز کنم، بلکه می پرسد شکافی که بتوانم از آن عبور کنم کجاست؟ همانطور که ذرات به طور سیستماتیک از میان موانع عبور می کنند، شما نیز می توانید یک فرایند قابل تکرار برای دور زدن چالش ها بدون استفاده از زور ایجاد کنید. تکنیک تونل زنی 3 مرحله دارد. 1. شناسایی. 2. موقعیت گیری و 3. عبور. بیایید آنها را توضیح دهیم. مرحله اول، شناسایی. ابتدا باید ماهیت دقیق مانع را تعریف کنید. آیا این مانع مالی است، ارتباطی است، مبتنی بر مهارت است یا روانشناختی؟ دقیق باشید. درک مبهم از یک مانع، تونل زنی را غیر ممکن می کند. وقتی مانع را نامگذاری کردید، ساختار آن را مطالعه کنید. در جهان کوانتومی، دانشمندان موانع را نقشه برداری می کنند تا ضخامت و نقاط ضعف آن را بشناسند. شما نیز همین کار را در زندگی خود انجام خواهید داد. اگر مانع مالی است، دقیقاً چه مقدار پول نیاز دارید؟ اگر مانع مهارتی است، دقیقاً چه مهارت‌هایی را ندارید؟ اگر روانشناختی است، با کدام باورها در حال مبارزه هستید؟ مرحله دوم، موقعیت گیری. در تونل زنی کوانتومی، ذرات با نزدیک شدن به مانع در حالتهای انرژی بهینه احتمال عبور را افزایش می‌دهند. برای شما این یعنی منابع، ذهنیت و زمانبندی خود را طوری هماهنگ کنید که با شرایط ایدئال برای عبور مطابقت داشته باشد. مثلا اگر مانع شما جذب یک مشتری ارزشمند است، موقعیتگیری ممکن است به معنای ساختن رابطه در ابتدا، نشان دادن ارزش و نزدیک شدن در زمانی باشد که آنها فعالانه به دنبال راه حل هستند. مرحله سوم، عبور. اینجاست که دور زدن واقعی اتفاق می افتد. شما اقدام هدفمند را دقیقاً در جایی انجام می دهید که مانع در ضعیفترین حالت است. این می تواند مذاکره بر سر شرایطی باشد که مانع مالی را از بین می برد. ساخت یک نمونه کار که مانع مهارتی را حل می کند. یا تغییر چهارچوب گفتگو برای از بین بردن مانع روانشناختی. نکته کلیدی: در مکانیک کوانتومی، تونل زنی به معنای نابود کردن مانع نیست، بلکه استفاده از احتمالاتی است که اجازه عبور بدون تخریب را می‌دهند. در اینجا هم همین است. شما به زور وارد نمی‌شوید، بلکه از شکاف سر می‌خورید.
تونل زنی پیشرفته به معنای انباشتن احتمالات به نفع خودتان تا زمانی است که عبور اجتناب ناپذیر شود. در مکانیک کوانتومی، ذرات به یک رویداد شانسی تکیه نمی کنند. آنها بارها با مانع تعامل می کنند و هر بار احتمال ظاهر شدن در سمت دیگر را افزایش می دهند. شما هم می توانید در زندگی همین کار را با چیدن لایه‌های راهبردی انجام دهید. فرض کنید مانع شما جمع‌آوری 1 میلیارد تومان برای یک استارتاپ است. یک رویکرد واحد مثل ارائه طرح به سرمایه‌گذاران ممکن است احتمال کمی داشته باشد. اما اگر چندین رویکرد را ترکیب کنید، آنها روی هم انباشته می‌شوند. یک کمپین تأمین مالی جمعی اجرا کنید، به سراغ سرمایه‌گذاران بروید، به مشتریان پیش فروش کنید و برای دریافت کمک هزینه‌ها اقدام کنید. هر رویکرد یک شکاف احتمالی جداگانه است و در کنار هم شانس شما را به شدت افزایش می‌دهند. این روش همچنین وابستگی شما به یک مسیر واحد را کم می‌کند. اگر یک شکاف بسته شود، شکاف‌های دیگر هنوز باز هستند. یکی دیگر از تاکتیک‌های پیشرفته نقشه برداری فرصت‌ها است. در فیزیک، دانشمندان چشمانداز انرژی را نقشه برداری می‌کنند تا نقاط بهینه تونل زنی را بیابند. در زندگی، شما می توانید شبکه ارتباطی، منابع، زمانبندی و شرایط بازار را نقشه برداری کنید تا بهترین فرصت‌ها برای عبور را شناسایی کنید. مثلا، اگر کشف کنید که صنعتی که هدف دارید در فصل خاصی اوج جذب نیرو دارد، خود را برای تونل زنی در همان زمان آماده کنید. یا اگر شبکه ارتباطی شما تماس‌های پنهانی با مانع دارد، پیش از مواجهه مستقیم آنها را فعال کنید. تونل زنی پیشرفته همچنین شامل بهینه‌سازی حالت انرژی است. در اصطلاح کوانتومی، ذرات با انرژی بهینه مؤثرتر تونل زنی می کنند. برای شما این یعنی آماده کردن مهارت‌ها، نمونه کار، اعتبار و آمادگی ذهنی مدت‌ها قبل از تلاش برای عبور. مثل این است که باتری خود را قبل از پرش شارژ کنید. هرچه حالت شما هماهنگ‌تر باشد، عبور آسان‌تر خواهد شد. حالا شما مکانیک تونل زنی کوانتومی و نحوه اعمال آن بر اهداف خود را درک کرده اید. اما این مهمترین بخش ماجراست. تونل زنی یک ترفند یکباره نیست. این یک شیوه عمل کردن است. در جهان کوانتومی، ذرات دائما با موانع روبرو می شوند و از میان آنها تونل زنی می کنند. آنها فقط یک بار این کار را انجام نمی دهند، بلکه این حالت پیشفرض وجودشان است. شما باید تونل زنی را به حالت پیشفرض زندگی خود تبدیل کنید. این یعنی به هر چالش این گونه نگاه کنید. به جای اینکه بگویید چطور این را به زور شکست بدهم، بگویید شکافی که بتوانم از آن عبور کنم کجاست؟